اداره سرمایه‌گذاری‌های داخلی سازمان اوقاف بفرمایید. سلام علیکم. شما هم خسته نباشید، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. جان؟ بله داریم. چند تا میخواین؟ خب بستگی داره که چقدر بخواین سرمایه گذاری کنین. بله با سند منگوله داره. بله خب شما اول بفرمایید کدوم استان میخواین؟ جان؟ بله اونجا هم داریم. ببین سر جاده احمدآباد یه امامزاده داریم، 2 نفش، گنبد فیروزه‌ای، 4 تا گلدسته، زری آب طلا، دخلش هم خیلی خوبه، میانگین روزی 7-8 میلیون درآمد داره، قیمتش هم 1,100,000,000 مقطوع. جان؟ گرونه؟ خب ببین آقا بذار من این دفتر رو نگاه کنم. یه امامزاده دیگه دارم قبل اتوبان قم، کوچولو و جمع جوره اما پاخولش خیلی خوبه، نوساز، 3 طبقه است، سونا، جکوزی، پارکینگ داره، روزی 2-3 میلیون دخل میزنه، قیمتش 510 میلیون. جان؟ اینم زیاده؟ خب بذار من ببینم. ببین آقا جون یه مورد اوکازیون برات سراغ دارم، فروشنده پول لازمه، خیلی زیر قیمتش میشه ازش خرید، یه جورایی پیش فروشه، یه امامزاده است قراره که سال دیگه تو بیابونهای بین ساوه و عراق ساخته بشه، الان تو مرحله فونداسیونه، بالای تپه، ویو ابدی، خوش آب و هوا، خوراک تابستونه، منطقه توریستی، درآمد ارزی هم داره، حداقل روزی 2 میلیون قراره بزنه. آره ولی پشتش یه زمین بلا استفاده هم داره، خوراک قبرستونه، متری 2-3 میلیون میتونی بزنی تو رگ. آره قبر بفروشی. والا این قیمتش 150 میلیون. جان؟ بازم زیاد؟ اخوی گوش کن ببین اصلا بگو ببینم بودجت چقدر دقیقا من مناسب با توانت یه جایی رو برات معرفی کنم. جان؟ 500,000 تومان همش؟ نه اصلا ایرادی نه. واسه اونم مورد دارم. میری اتوبان آزادگان تا تش که میری نرسیده به عوارضی دست چپ، گنبد حرم مطهر امام راحل رو میبینی، وارد حرم میشی. اولین فرعی نه دومین فرعی، یه چند تا سرویس بهداشتی داره اونجا، حالا یکم کرکسیف هست، بو میده اینا، ولی خب عوضش درآمدش خوبه، روزی 10-20 هزار تومان درآمده. البته آفتابه پا خودته دیگه. آره جان خوبه همینو میخواد. خب ببین آدرس ما رو یادداشت کن، یه سر بیا پیش رئیس اداره اوقاف، کارت ملیت هم بیار که برات قولنومه کنم. آره قربونت، مبارکت باشه، چرخاش به چرخ برات، قربونت، خدا نگهدار، قربان. اداره سرمایه‌گذاری‌های داخلی سازمان اوقاف بفرمایید.